بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. نشانه های بیماری دل. همان گونه که گفته شد، یکی از نشانه های دل دچار شده به بیماری های باطنی خودداری از مصرف غذای معنوی مناسب و تمایل به امور فاسد کننده و زیاندار است و به جای رفتن به دنبال درمان به سوی بیشتر شدن بیماری خیش روی می آورد. در این ارتباط 4 مطلب وجود دارند. یکم، غذای سالم و مفید و فایده آور. دوم، داروی شفا بخش. سوم، غذای فاسد و مضر یعنی ضرر کننده. چهارم، دارو و غذای مرگ آور. علامت های سلامتی قلب. قلب سالم برخلاف قلب بیمار باورها و رفتارهای مفید و شفا بخش را بر باورها و رفتارهای مضر یعنی ضرر کننده و بیماری زا ترجیح می دهند و بیماری آور بالاتر می دانند. مهمترین و بهترین غذای قلب آگاهی و ایمان است و مفیدترین یعنی فایده آورترین و مناسبترین داروی آن آیات شفا بخش قرآن می باشد که هر یک از آنها هم غذاست و هم درمان. یکی دیگر از نشانه های قلب سالم و زنده این است که از دنیا پرستی می گریزد و به آخرت گرایی روی می آورد و به گونه به دنیای پس از مرگ یقین و باور دارد و برای آن تلاش می نماید و توشه خیش را برایش تهیه می کند که انگار وطن و مسکن اصلی او آنجاست. صاحب قلب سلیم خود را در این جهان همچون مسافر غریب به شمار می آورد که تنها به اندازه نیازش به آن توجه دارد، اما دل مشغولی او دوری از آخرت و بازگشت به وطن اصلی خیش است. همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطاب به عبدالله ابن عمر فرمودند: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل و عد نفسک من اهل القبور. در دنیا به گونه باش که انگار غریب و یا رهگذری و خود را از اهل قبور به شمار بیاور. فحی علی جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم. برای رفتن به باغ‌های بهشت ماندگار خود را آماده کن، زیرا منازل و محل اقامت اولیه تو آنجاست، اما اسیر دام دشمنیم. گمان میبری که سالم به میهن خود باز میگردیم. حضرت علی رحمت الله علیه میفرمایند: دنیا در حال رفتن و پشت کردن و آخرت در حال آمدن و روی آوردن است. هر یک از آن دو را اهل و ساکنان است. تلاش کنید از اهل آخرت باشید و به دنیا دل نبندید، زیرا امروز روز تلاش بدون محاسبه و فردا روز محاسبه است و آن روز فرصت برای سعی و تلاش وجود نخواهد داشت. به هر میزان که بیماری دل بهبودی پیدا کند به سوی دنیای دیگر گام برخواهد داشت، قدم برخواهد داشت و خود را بر آن نزدیک خواهد کرد و آن وطن را محل آرامش و سکونت خود خواهد دانست. اما به هر اندازه که دل دچار بیماری شود و میزان آن بیشتر گردد، بیشتر به دنیا روی خواهد آورد و آن را بر آخرت برتری خواهد داد و آن را وطن خیش خواهد شمرد و به صورت اهل دنیا در خواهد آمد. یکی دیگر از علامت سلامت قلب آن است که مدام صاحب خود را مورد ملامت قرار خواهد داد و تا بازگردانیدنش به بارگاه با عظمت خداوند و روی آوردن بر رحمتش از او دست بردار نخواهد بود. همچون عاشق مسلوب الاراده مجذوب معشوق خیش خواهد گردید و حیات
سعادت، شادمانی و امنیت خویش را تنها در کسب رضایت، انس، الفت و نزدیکی به او خواهد دانست. آرامش و آسودگی را به بودن در کنار معبود و معشوق حقیقی و شادمانی و پشتگرمی و اطمینان خاطر و امید و هراسش تنها به نزدیکی به او خواهد بود. توانایی خود را در ذکر و غذای خویش را در اطاعت و حیات، نعمت، لذت و مسرت یعنی خرسندی خود را در عشق و محبت او خواهد جست و درمان همه دردهای خویش را به توجه به او اسباب همه بیماری های خویش را بروی آوردن بغیر از او خواهد دانست. هرگاه به جوار بارگاه با عظمت پروردگار خویش برسد، احساس آرامش و آسودگی می نماید و پریشانی و نگرانیش برطرف می شود و همه نیازهای خود را حاصل شده می داند. زیرا دل را نیازی است که هیچ چیز بجز محبت، معرفت و عبادت خداوند آن را برطرف نخواهد نمود و در آن نیازی هست که بغیر از روی آوردن به خداوند هیچ چیز آن را مرتفع نخواهد کرد و از عیب و نقص رنج میبرد که هیچ چیز بغیر از توحید در عبادت و خالص گردانیدنش آن را برطرف نخواهد کرد. قلب سلیم مدام صاحب خود را مورد بازخواست قرار می دهد و تا زمانی که در جوار محبت و عبادت معبود خویش آرامش و اطمینان پیدا نکند او را تنها نخواهد گذاشت. تنها آن زمان است که با روح و حقیقت زندگی همنشین و همراه خواهد شد، لذت آن را خواهد چشید و از زندگانی واقعی برخوردار خواهد گردید که با زندگی غافلانی که از اهدافی که برای آنها آفریده شده اند رویگردان شده اند، اهدافی که بهشت و جهنم برای آنها ساخته شده و پیامبران مأموریت پیدا کرده و کتاب‌های نازل گردیده اند متفاوت خواهد بود. آدم دلمرده اگر جز نفس وجود خویش چیز دیگری هم نداشت، به خاطر زیان محروم شدن از لذت معنویت و آرامش در زندگی و از دست دادن فرصت کسب سعادت ابدی در این جهان به بدترین حسرت و ندامت دچار می گردد. یکی از عارفان گفته است: دنیا پرستان بیچاره در حالی دستشان از دنیا کوتاه گردید که از مهمترین و با ارزشترین نعمت و لذت آن محروم ماندند. از او سوال شد که بهترین و با ارزشترین نعمت دنیا چیست؟ گفت لذت عبادت و اطاعت خداوند و عشق و شوق به ملاقات با او که با هیچ نعمت و لذت دیگر قابل مقایسه نیست. یکی دیگر از عارفان گفته است: گاه حالات بر من می گذرد که در آن می گویم براستی اگر بهشتیان هم از این گونه حالات لذت بخش و بر نعمت برخوردار باشند براستی اهل سعادتند. دیگری نیز گفته است: سوگند به خداوند دنیا جز با محبت، اطاعت و عبادت او ارزش ندارد و بهشت هم بدون رؤیت او لذت و اهمیت ندارد. ابوالحسن وراق گفته است: زنده بودن قلب به ذکر و عبادت حی لا یموت و عشق به زندگی آرام و مطمئن در حضور بارگاه با عظمت خداوند ارتباط مستقیم دارد. به همین خاطر مرگ قلب و محرومیت از معرفت و عبادت حضرت احدیت بر عارفان به مراتب از مرگ طبیعی سختتر و سنگینتر است. زیرا محرومیت از معرفت و عبادت خداوند بریدن از حق و حقیقت، اما مرگ طبیعی بریدن از مردم و طبیعت است و تفاوت میان این دو تفاوت بسیار عظیم است. یکی دیگر از عارفان میگوید:
اگر دل مشغولی و شادمانی هر کسی به معرفت و عبادت خداوند باشد، همه چیز و همه کس دلبسته او می شوند و از بودن با او شادمان می گردند. اما کسی که همه دل مشغولی او معرفت و اطاعت خداوند نباشد، داغ و حسرت دنیا دل او را پاره پاره خواهد نمود. یحیی ابن معاذ می گوید: هر کس از اطاعت و خدمت خداوند شادمان شود، همه چیز و همه کس از خدمت به او شادمان خواهند گردید، و هر کس از معرفت خداوند مسرور گردد، همه کس از دیدن او شاد و مسرور خواهند شد. یکی دیگر از نشانه های سلامتی قلب آن است که از ذکر خداوند کوتاهی نمی کند و از خدمت به او خسته نمی شود و به غیر او الفت و انس نمی گیرد، مگر کسی و چیزی که او را به قرب و ذکر خداوند هدایت کند. یکی دیگر از نشانه های سلامتی قلب این است که هرگاه ذکر و نمازش از دست برود، از آدم بسیار حریص و دنیا دوست که دنیای خیش را از دست بدهد بیشتر احساس نگرانی می نماید. یکی دیگر از علامت های قلب سالم این است که همچون اشتیاق آدمی گم شده و بسیار گرسنه به غذای لذیذ، به عبادت و اطاعت خداوند از خود شوق و رغبت نشان می دهد. یکی دیگر از نشانه های سلامتی دل این است که هرگاه نمازش را آغاز کرد، همه دل مشغولی های دنیوی خود را کنار می نهد و پایان یافتن نماز بر او گران می گردد. لذت و آرامش خود را در آن می یابد و از آن احساس سرور و شادمانی می نماید. یکی دیگر از نشانه های قلب سالم این است که عشق و دل مشغولی صاحب آن به عبادت و اطاعت خداوند محدود و منحصر می شود. نشانه دیگرش آن است که در مورد ضایع نشدن وقت و عمر خیش از آدمهای بخیل و مال دوست از خود بیشتر حرص و طمع نشان می دهد. یکی دیگر از علامت های قلب سالم آن است که بیش از اهتمامی که به عمل و عبادت دارد، به اصلاح آنها اهتمام می دهد، اهمیت می دهد و به تحقق اخلاص و اتباع و اصلاح آنها از خود شوق و رغبت نشان می دهد و در عین حال رحمت و نعمت هدایت خداوند و کوتاهی و ضعف خیش را در برابر او فراموش نمی نماید. این سه منزلت و مقام است که تنها قلب‌های سالم و زنده به آن می رسند.